حمزه تورابکوف بعد تقریبا 25 سال زندگی عائلوی هرگز خیال نمی‌کرد که روز همسرش ترغونای به خاطر جنگ در سوریه او را ترک می‌کند و 4 فرزندش را نیز با خود می‌برد. رقم کرد تلفن کرد 4 تا یعنیده دیگه هیچ خیلی صفرش نیست. و یکونم که پسرش دویمم ده و ماما میگفت که دادم میگفت ما اومدگی کجا اومدگی تو میگم من میگفت که ما در سوریه ده سونا گفت که من مادرم کردی گپ زدن مادرش بود تلفن مادرش میگفت که من شریعتا طلاقم تی میگه این سال چند بود 2015 گرفته مخوی وای بود بعد از فوریه حمزه نقل میکند که 20 سال پیش در رابطه با بازداشت 26 عضو حزب تحریر در شهرک مهنت آباد ناحیه ظفرآباد میان او و همسرش اختلاف نظر به وجود آمد. پدر حمزه جورابک تورابکوف که آن زمان رئیس محله بود برای بازداشت این نفران با مقامات همکاری کرده است. همون چخیل که کشودن با من دیلای کشودن با من چیز کوری افتاد بودند سردارشون 4 نفر هم محله خودمو سراغ گرفتن رفته سراغ ادا کرد اومدن 12 سال 11 سال شده زنم میگفت که بچه‌ها بیکار خوا کرده این چه گناه کار است که گفته بوده میگفت که اگر دادای شما اینو قبل نمیدونن اینو سود نمیشدن گفتم من هر وقت وای میکرده. حمزه میگوید همسرش در مسائل دینی محافظه کار بود. خاطرش واجب میدین که من زندگی کردم من میدونم دم خزایی که معلومات دینی هم داشتن یگان خواندن کتاب خواندن عربی خواندن نمیتونستن لیکن یعنی کتابایی که با همه روز لیبوجا براوید باید همه اینترنت بهم دراوید اما قرآن پریودش کتی میترده به مالا اوز پرابلم نه بچه‌ها هم همین خیل همش همون دیسک شنیده و کرده و شده برفته همش مدرسه لیکن خواندگی نیست نه مدرسه خواندگی نه لیکن دینبا همشون سخت بود. ترغونای همسر حمزه تورابکوف سال 2014 هم به شهر مسکو نزد 2 پسر و دخترش به مهاجرت کاری رفت. حمزه تورابکوف میگوید آن زمان با نظام نیمه آزاد در خوجند زندانی بود و هفته یک بار به خانه اش می آمد. او به گفته خودش در پی یک صدمه نقلیاتی برای 3.5 سال حبس شده بود. مایل پسرم نمیرم گفته این دادوم این خیلی پرجنه بگفت رفته نمیتونم میگفت اون مادرش اینه زده جنگ کرده گروه برده گفت اگه تو نروی گفت من تو داداگی شیر سفید من ناراضی گفت. حمزه تورابکوف که در یک لحظه تمام زندگی 25 سالش را با کودکانش از دست داد زندگی را از صفر شروع کرده است. از نو عائله برپا کرد و به قریبی صاحب کودک شد که اسمش را شکرانه گذاشت. یک دختر و یک پسر نورس همسر نوش نیز همراه آنها زندگی دارند. اینو اسدبک شما چی؟ سیوره خان. حمزه ماه اکتبر سال 2016 هم خبر یافت که 2 پسر کلانیش خدایاربک 26 ساله و الیاربک 20 ساله در جنگ‌های سوریه کشته شدند. خدایاربک صورتشون روی کرده بود چیز الکترونیک پشته و صورتشون ما وای کردم اون امنیت و یعنی صورت کشته شده شه جسد خیلی وقتی که قبر به مونده سگی لیکن دویمی هم دویماشه قدر آدمی خشتبارا چند کس زنده هستند؟ همون 11 نفر رفته که باشد 5 نفرش بشه بدید 7 نفر زنده هست. و مادرشو دختر زانه دومات تلفن نمیکنند من با لیکن پسرش خوردم تلفن کردم می استاده اوز نمیدونم چی باقی تلفن نکردم میگه میدوند که تلفن‌های مهون وای باکو کن چخیلی پرسش که با موندگی. حالا حمزه در کجای سوریه بودنی نزدیکانش را نمیداند. یگانه امید او این است که بتواند فرزندان خود اصیلبک نو 18 ساله شده است و نادیره بگیم که 26 سال دارد پیدا کرده به وطن برگرداند. خیلی ما حرکت میکنیم که همون وای کند بیارم ده اینجا بیاد ناس اینجا بس نیزاشته همون وای میشه ده خیلی گفتگو رو سوژال که میشه. آنها با گمان همدستی با گروه تندروی دولت اسلامی از جانب مقامات تاجیکستان جستجو میشوند. شهرک مرزی مهنت آباد 12,000 اهالی دارد. در جنگ سوریه اشتراک کردن 14 ساکن این شهرک معلوم شده است. به قول مقامات آنها قبلا از سازمان افراطی حزب تحریر پیروی میکردند و وقتی که فعالان این سازمان زندانی شدند به روسیه رفتند.
از اینجا گفتم از تاجیکستان یا که از زفرآباد یا که محله میخوام گفتم اترافیتلو نکویتون اترافیتل اینجا نگفتم اترافیتل مسکو. امام خطیب مسجد جامع شهرک مهنت آباد میگوید آنهایی که به سوریه میروند سواد دینی و دنیوی ندارند. حاضر این خیلی حاضر همون جنگی هایی که واسه این دل خود جهاد دارن که و باورتون به اسلام بخبرن از خدا بخبرن. حدیث پیغمبر آخر زمان طایفه میبیاد که قرآن به مانند بلبل میخواند، سخن به مانند بلبل میگوید که گوشت از وی کندن نمیشه، اما افسوس میگو آنچه که میگود از گردن پایین خودش دوی تاثیر نمیکنه. همه به چشم دیدن داره. همه که امر معروف میکنه بو میرود تروریستی میکنه، بو میرود آدم کشی میکنه. همون نشانهایی که پیغمبر گفت این روز همه به چشم با دیدن داره. بر اساس معلومات رسمی از ولایت سوخت 24 نفر با همسر و 44 فرزند نابالغ خود به سوریه رفتند و در جنگ ها از طرف گروه تندگرای دولت اسلامی می جنگند.